آفرین پینگا. ها؟ یعنی صدای چی؟ اوه، خدای من. این پینگه. سلام بچه ها، میدونستید پینگ و پینگا با هم دوستن؟ وای، این صدای چی بود؟ یعنی چی میتونه باشه؟ بیارش بالا ببینی. خدای من، چه چیز عجیب غریبی. میگم چطور پینگا به پینگ کمک کنه با هم بکشنش بیرون. آفرین. خب حالا این چی هست؟ صبر کن پینگ، کجا میری؟ پینگ؟ یه چیز عجیب غریب و پینگا. آخ، از دست این پینگ. خجالت کشید. بچه ها هنوز نفهمیدین اون چیه؟ آره یکم فکر کن. پینگ وارد دنیای تخیل خودش میشه. چی؟ یعنی فکر میکنی اون برای این کاره؟ فکر میکنی که اون قلموی نقاشیه؟ آخ، از دست پینگ. یعنی چی میتونه باشه؟ ببینیم پینگا نظری نداره؟ حالا نوبت پینگاست که یکم فکر کنه. چی؟ پینگا؟ فکر میکنی اون راکت تنیسه؟ نه فکر نکنم. آخ، دیدی اشتباه کردی؟ پینگ هیچ هم از این که پینگا با اون هم فکر نیست خوشش نمیاد. ضمناً ترجیح میده که با اون قهر باشه. پینگا هم همینطور. ولی بچه ها فکر میکنید این کار خوبیه؟ میگم چطور یه جور دیگه فکر کنید. چجوری؟ آره، پینگا با این چیز عجیب و غریب تنیس بازی میکنه، پینگم باهاش نقاشی میکنه. اگه گفتین چی میکشه؟ خودشو؟ نه، اون داره دوستش پینگا رو میکشه. آره اینطوری خیلی بهتره. پینگا شما باید با هم دوست باشین. تازه یه چیزی رو میدونستین؟ این چیز عجیب و غریب که جلوتونه اسمش برس سره.